توت فرنگی و آدامس هندونه بایودن خیلی وایرال شده بود. اولش فکر می‌کردم یه چیز مسخره باشه. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امروز یکم زود بیدار شدم نسبت به موقع‌های دیگه. داشتم به این فکر می‌کردم یه سری وسیله‌های آرایشی که ازش راضی بودم و برای من خوب بوده بهتون نشون بدم. من خیلی این حالت خودم دوختم. این استند رو طرح پیشیه اگه ببینید و کلی هم توش وسیله جا میشه. اینم یه استند دیگه که این خیلی بزرگتره، باز اینم تا خرخره پره. باز اینجام یه سری چیزای بزرگتره که دیگه حوصله‌ام نشد براشون استند درست کنم. آب شروع می‌کنیم از این استند کوچولو، البته بعد وسیله‌های دیگر بهتون میگم. اولین آیتم اینه که من از این کرم دست خیلی راضی بودم چون بیبو هست و من دستام خیلی خشک میشن. این کرم دست برای من خیلی خوب بود. بعد نوشته که یعنی هم برای دست هم برای مراقبت از ناخونه. حالا من که همیشه ناخونام کاوره و خیلی به درد ناخون من نمیخوره، ولی من راضی بودم از این چرب کنندگی داشت. آیتم بعدی باز این کرم دسته. من کرم خیلی دوست دارم، یعنی همیشه باید همراهم باشه به خاطر که دستام خیلی خشک میشه. آیتم بعدی این اویل لبه که طرح شیگلمه، یعنی این طرح شیگلمه در واقع، ولی این اویل بولا اسمشه و کدش هم 02 هست و قشنگ مزه توت فرنگی و آدامس هندونه بایودنتو میده. خیلی خوشمزه و خیلی هم برای درمان لب خیلی خوبه. یعنی من خیلی لبام ترک میخوره، پوسته میشه. ترک که نه، بیشتر این که پوسته میشه و اینا، و این خیلی برای من خوب بود. حجمش خیلی کوچولوئه ولی این همه من هزینه کردم برای همه چی. کلی رفتم نمیدونم هیدرودرم و اینطور چیزا گرفتم، هیچ کدوم به دردم نخورد جز این کوچولوی خوشگل ناناز. خیلی برای من خوب بود. بعد اینی که روش نوشته شیگلم، های کپی شیگلمه، یعنی ببین عین همدیگه هستن تقریبا. حالا این کوچولوتره، این شیگلم خوب نبود. یعنی رنگش اول که خوشگل نبود رنگش، دوم این که این بیشتر باعث پوسته شدن لبم میشد، ولی این خیلی بهتر بود. خلاصه دقت کنید. اینم یه تینت اسنس توت فرنگیه که این رنگ هیچ خوشگل بود، ولی باز میگم چون اصل نیستن یه کوچولو واسه پوسته شدن لبم میشه. این کانسیلر آرس اسکین هست که اینم ازش راضیم. خیلی دیدم همه استفاده میکنن، منم رفتم گرفتم و منم راضی بودم. اینم یه دونه اویل لبه که یکم رنگدهی داره، رنگش هم ملایم خوشگله، فقط یکم بوش یه جوریه، نمیدونم دقیقاً چطور توصیف کنم. این لیپ بالمای ژله‌ای بهش میگن فکر کنم، از ایناست که اینجوری حالت ماژیکی داره. حالا من نمیدونم چه جوری باید نشون بدم. حالت ماژیکی داره و رنگ هیچ بد نبود، ولی میگم که رو لب نمیمونه. بد نبود، خیلی بد نبود اینطوری بهتون بگم. همه جا همتون دیدینش، ولی این تیره ترین رنگشه. رنگش خوشگله، ماندگارش هم روی لب بد نیست، ولی چون که فیکه یا های کپی یه جورایی چیزه، یکم لبا پوسته میکنه. پس اگه اصلش گیرتون اومد اصلشو بگیرید. این نمیدونم چی باید بهش بگم، سایه استیکی خودش نوشته مال لبه، ولی در واقع من برای پشت چشمم ازش استفاده میکردم و شاینش خوشگل بود برای پشت چشم، اما اونقدر ازش راضی نبودم. قلمش زود از جا در اومد و شکست. رنگدهیش بدک نبود، ولی اونقدر ارزش خرید نداره. یا همون رژ لب شیگلمه، رنگش اینه، یک کم رنگش روشنه. من تیره ترا رو ترجیح میدم. پس حالا بد نیست. نرم هست روی لب. این از استند اولی. این ضد آفتاب استلین هست که فکر کنم خیلی دیدینش، خیلی وایرال شده بود. ازش راضیم، بوش خیلی خوبه، روی پوستم خوب میشینه و اصلا اونقدر نه چرب میکنه نه هیچی. رنگ اصلا نداره، حتی این رنگ دارشه، بی رنگش هم هست. این که به عنوان رنگ دار خریدم اصلا رنگ نداره روی پوست، یعنی نمیدونم چرا بهش میگن رنگ دار، یعنی قشنگ انگار آب داری میزنی به پوستت و بوی خیلی ملایم و خوبی هم داره. من خیلی ازش راضی بودم. حالا اگه دوست داشتین میتونین بگیرینش. کرم دسته، حالا
مارک بیوله و رایحه آرگانش هست برای پوستای خشک. من به اشتباه برای پوست خشک خریدم چون که من اینو برای صورتم می‌خواستم، برای مناسب پوست خشکه و من پوستم چربه. اینو برای کسایی که به بو مثلا یکم حساسن توصیه نمی‌کنم چون این خیلی بوش سردرد آوره و برای من خوب نبود. دوستش نداشتم اینو. آیتمای بعدی این مام‌های بیول هستن که 2 تا رایحه‌شو خریدم. این بوش بامزه‌تر و باحال‌تره. 2 تاش خوبه ها، ولی این خیلی حس باحال‌تری داره و راضی بودم، خوب بودن. همونطور که می‌بینید 2 تا ازش دارم. این 2 تا نجات دهنده من بودن، خیلی خوبن. مارکشون لپیور اگه درست بگم، لپیور نمیدونم یه همچین چیزی و رایحه‌ش هم یه دونه دیگه. این بادی لوشن‌ها اینطوری که هستن 2 نمونه دارن، یکیش روش بادوم کشیده، یکیش هم روش مثلا نمیدونم اینطوریه و این خوشبوتر از بادومشه و خیلی من راضی بودم. همینطور که می‌بینید 2 تا دارم، این نصفش استفاده شده و این هنوز استفاده نشده. این سیمپل نانازیه که همتون دیگه میشناسیدش، گرونم هست ولی خوبه، مثلا بو نداره و آبرسانی میکنه. بعد این میسلار واتر دافیه که من اولش فکر میکردم یه چیز مسخره باشه با توجه به اسمش و بعد دیدم که شت مسخره منم و این خیلی خوبه. ازش استفاده کردم برای حالا آرایشمو که پاک میکردم و اینا و خیلی خوب بود. یعنی قشنگ منافذ رو پاک میکرد و وقتی که بعد با شوینده صورتمو میشستم دیگه اصلا اون مثلا کرمام و اینا هیچی نبود که مثلا چیز کنه، یعنی فقط پوستمو تمیز میکرد. خیلی خوب بود، راضی بودم ازش. این خوشگل ناناز سرم هالادون کوزارکسه که شاید خیلی یادتون دیده باشینش. تقریبا اینقدر ازش رو فعلا بیشتر استفاده نکردم، خیلی وقت نیست خریدمش آخه. ازش خیلی راضی بودم چون که شبا قبل از خواب اینو میزنم، اول پوست صورتمو تمیز میشورم، بعد اینو اینجوری تپ 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 میزنم و بعد این سیمپلر رو میزنم روش و دیگه لالم میکنم. از موقعی که اینو میزنم خودم احساس میکنم که دیگه اون منافذم یکم کوچولوتر شده و اون سیاهیای توی منافذم رو از بین برده. حالا توی استفاده طولانی مدت فکر میکنم که بیشتر مشخص باشه. این پودر فیکس مکه، همونطور که میبینید. نمیتونم این وریش کنم چون میترسم بریزه. پودر فیکس مک و آقا نمیدونم، واقعا نمیدونم، شاید من خیلی اونقدر درست استفادهش نمیکنم. حالا بد نیست، بینابن 50-50. این چیزی که روی صورتم میبینید، حالا اگه نور نباشه میبینید که یکم الان پوستم یه حالت سفید و براق طور اینطور چیزا داره چون که این کرم جوانه گندم رو زدم و خیلی ازش راضیم. 2 تا ازش دارم، یه دونه دیگه هم توی کمدمه. بعد این چیکار میکنه؟ این جوانسازی پوست انجام میده، بعد مثلا یه حالت روشن تر کردن پوست رو انجام میده و ضد لک و مثلا اینطور چیزاست. یعنی یه حالت ارگانیک درمانی طور اینطور چیزا داره. یه روغن دیگه دارم، من خیلی روغن تراپی میکنم، هم برای موهام هم برای صورتم. این روغن جوجوبا هست به مسخره میگم جوجوبا. اینم برای پوست خیلی خوبه. روغن سبوس برنجه که من نوشتم سبوس برنج، سبوس در واقع، ولی من به مسخره بهش میگم سبوس. اینو برای اون سیاهی یا گودی زیر چشمم استفاده میکنم که اگر آب بخورم و خوابم منظم تر باشه دیگه لازم نیست که اینا رو بزنم. حالا چیزای بعدی این نانازیای خوشگله. این عطر من خیلی بوش و دوست دارم، همیشه الان چندین ساله که فقط دارم همین 2 تا عطرمو شارژ میکنم. این ویکتوریا سیکرت بامشله که خیلی بوش خوبه، برای تابستون بوش خنک و خوب و نانازیه. اینم وری سکسی نایته که این برای زمستون خوبه و از هر 2 تا رایحه خیلی راضیم. پیشنهاد میکنم که برید بو کنید و اگه خوشتون اومد بخرید. خط چشم رنگیه. چرا هی از کادر میرم بیرون که رنگاش خیلی دستم باز نیست، یعنی یه کوچولو رنگای چیز داره. بذار هر وقت میکشم خالم مسخره میکنه و میگه هایلایتر کشیدی پشت چشمت؟ از این هایلایتر کتابا میکشه. گفتم چی میگی؟ من هزینه کردم. 2 مدل شونه چوبی دارم که از شونه چوبی کلا استفاده میکنم و خیلی خوبه شونه چوبی در کل. یه دونه سوهان دارم که خیلی ازش استفاده نمیکنم چون اینا رو میرم درست میکنم و دیگه استفاده خاصی ازش ندارم راستش. 3 در واقع چند مدل. یکی دیگه هم خریدم که هنوز به دستم نرسیده
چند مدل براش دارم. ببخشید که یکم کثیفه، هنوز نشستمشون. اینو بیشتر برای سایه و پودر فیکس که میخوام به زیر چشمم و پشت پلکم بزنم استفاده میکنم. سرش خوبه، راضیم، یعنی هم نرمه هم خوب عمل میکنه. اینم برای رژگونم استفاده میکنم. اینم خیلی نرمه و خوبه. این برای کرم پودرمه، همونطور که از رنگش مشخصه. اینم برای سایه استفاده میکنم که حالا براش تخت که میخوام حالا تو خاطر چشم بکشم. بد نیستن، خوبه، راضیم. حالا برند خاصی هم ندارم که بخوام برندش رو معرفی کنم. یه دونه تینت اینجا داریم که اینم پوست پوست میکنه لبو ولی رنگش خوشگله. یه دونه کرم گابرینی داریم، کرم پودر، که اینم شمارش 102 هست. برای پوست من خوبه. ببینید کرم پودرای دیگه خیلی مثلا پوست رو چرب نشون میدن یا انگار برق برقی و کیکی، میدونین چجوری میشه؟ این اصطلاح دخترا میدونن. پوست رو کیکی نشون میده، ولی این خدایی خیلی خوبه. اصلا هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنه بدبخت. اینم یه بلک ماسکه که من 100 سال پیش ازش استفاده میکردم و الان دیگه خیلی ازش استفاده نمیکنم. حالا نمیدونم، رینوزیت یه همچین چیزی مارکش. هم یه مام برند فلورا ازش راضیم، خیلی خوشبوه، خیلی خوبه، که اینم بار 100 دارم شارژش میکنم. این تونر ویتالایر حالا بعضیا میگن، اینم خیلی خوب بود، خیلی ازش راضی بودم. هم بوش خوبه، هم ببین تونر دیگه پاک کنندگیش مثل میسلار نیست ولی خوب بود، راضی بودم. که یکیش از این سربنفشاست، یکیشم از این بدن بنفشاست که این مارکش کالیستاه، اینم مارکش نمیدونم، همه میگن ریمل سربنفش برین، نمیدونم مارکشیه. این خوب نیست، حداقل برای من خوب نبود، چون که خیلی زیر چشم سیاه میکرد و راضی نبودم. ولی این یکی خیلی خوبه، چون که زیر چشم اصلا سیاه نمیکنه و مثلا با آبم راحت کنده، یعنی خودت با دست بکشی قشنگ کنده میشه. خیلی خوبه، اینو خیلی راضی بودم. ولی کالیستا رو راضی نبودم راستش. اینم خط چشم شون هست که خیلی ازش راضی بودم، خیلی خوبه و اصلا زود پاک نمیشه، وقتی هم که پاک میشه خوب پاک میشه. خیلی ازش راضی بودم. اگه خواستید بخرید، آیتم خیلی خوبیه. بچه‌ها احساس میکنم خیلی ویدیو براتون حوصله سربر شده. امیدوارم که اینطوری نباشه. لطفاً بهم بگید که خوب بود ویدیو یا نه. این روغن درخت چایه که خیلی برای جوشای من خوب بود. اصلا معجزه کرد برای جوشام و کلا جوشامو از بین برد. دیگه پوستم صیقلی شد. خیلی خوب بود این برای من. دیگه اگه خواستید شما میتونید بخرید، ولی اصلشو حتما بخرید چون فکرش خیلی زیاده. این اصلا ازش راضی نبودم. هر جا دیدین نخرید. چیزه های کپی شیگلمه ولی مارک شیگلم نیست، یه چیز دیگه است، فقط طرح بدنش عین شیگلمه. اصلا خوب نیست و مثلا وقتی که میزنی پشت چشم یه جوری نشون میده و کنده میشه انگار. نمیدونم اصلا چطور باید توصیفش کنم. اینم تازه خریدم با وجودی که تجربه قبلی داشتم که اصلا خوب نبوده. نمیدونم چرا دوباره رفتم خریدم، از بس احمقم واقعا. این سایه آنی لیدیه که من ازش استفاده میکنم. جدیداً دوست دارم سایه حالت صورتی و اینطور چیزا داشته باشم. حالا باید برم بخرم. اینم خوب بود، راضی بودم. این ستا هم باز خیلی رژ لب دارم، برای سر قبرم خریدم. این یه رژ لب کالیستاه که لبو چرب میکنه و براق نشون میده. بد نبود خدایی، هم رنگش خوبه هم روی لب خودشو خوب نشون میده. این برند مای هست که رنگش خوشگله. من زیاد با رژ لب جامد حال نمیکنم. در چرا انقدر رژ لب جامد خریدم. اینم از برند شون هست که خیلی رنگش خوشگله. اینم آخرش دیگه خیلی زدم از این، خیلی هم خوشگله. هم خوش دسته هم خوشگله. کدش هم M51. M51. یه دونه از این اپلیکاتورهای بیلبیلکی که بیشتر برای همون ماسکه استفاده می‌کردم. اینم روغن آرگان هست که برای بعد از همون موهام که نیمه خشک هست یه ذره با این بیلبیلکش اینطوریه میریزم کف دستمو اینطوری میکنم و موهامو بی میکنم که موهام اگه که خشک نباشه، موخوره نگیره و یه حالت خوبی به موهام بده. خدمتتون که عرض کنم آخرین چیز این تینت واتر تینت که خیلی هم معروف شده ولی راضی نبودم چون که این در چیزش مثلا حالت این لاکیه، نمیدونم چطور بگم، لاکیه، انگار لاک میخوای بزنی. دیدی رنگش هم خوشگل نبود راستش. برای همین اصلا ازش استفاده نکردم.
خب اینا همه چیزایی بودن که خواستم بهتون نشون بدم، تجربیات خودم بهتون بگم. ببخشید اگر ویدیو خیلی طولانی شده و همش یه صحنه بود. خلاصه الان دیگه من برم یکم اینجاها رو مرتب کنم. این ویدیو رو هم باید براتون ادیت بزنم، مطمئنم که سر ادیتش میمیرم، خیلی طولانی شد ولی ارزشش رو داشت. خودم خیلی یه حس باحالی داشتم که دوباره وسیله هامو از نو دوباره داشتم نگاه میکردم. خلاصه اینکه کانالمو ساب کنید، لایک کنید و یه کامنت کوچولو برام بذارید. فعلا خداحافظی میکنم، بای بای.